میرم خونه دوستم. گفتم که ولاگشم باهاتون بگیرم. من امروز خونم رو سمپاشی کردم. بعد به خاطر سمپاشی قرار شده که برم خونه دوستم امشب که دخترانه وقت بگذرونیم. خونش البته نزدیکه ها، البته زیادم نزدیک نیست، یعنی باز دوباره این باد لعنتی شروع شد. آره داشتم میگفتم 1 ساعت فاصله است، ولی من از اونجایی که استانبول زندگی میکنم 1 ساعت برام میشه یه مسیر خیلی نزدیک. از این که بریم خونه دوستم میخوام برم پاکت بخرم برای گوشی. اول بریم اونجا. تورکسل همین علامت آبی زرد است بریم داخل. انشالله که پاکت داشته باشه چون بعضی مغازه‌هاشون ندارن. گرفتم پاکتم و خدا رو شکر اول مغازه داشت، اکثر اوقات نداره. یه اتفاق بامزه افتاد، اونم این بودش که تا رفتم وارد مغازه شدم طرف فهمید ایرانیم. اکثر اوقات آخه اشتباه حدس میزنن، ولی این سری جالب بود. روز در عجبم که چطوری فهمید ایرانیم. من رسیدم ایستگاه اتوبوس دیگه، منتظرم اتوبوس بیاد و بعد این اتوبوس اینه که خیلی دیر میاد. من ناراحتم، کمتر از 10 روز دیگه دانشگاه شروع میشه. من پیاده شدم، حالا باید یه پیاده روی کنم. بعد اتوبوس دیر اومد که شب شد الان. این خیابونو باید همینطوری تا ته برم تا برسم. این خونه رو نگاه کنید چرا این بندیش مشکله. من ولاگو شروع کرده بودم، روز بود، الان قشنگ بعد از ظهر شد از بس که اتوبوس دیر اومد. عکس محله ما محلمون زیاد کافه و رستوران نداریم، ولی اینجا پره. خب بریم خرید کنیم. چیپس اینا رو داره. این طعم جدیده، نخوردم. دوم چی بخرم؟ بخرم از اینم بخرم. طعم تندم دوست داره، پس یه دونه از این هم برام دارم. برداشتم بریم حساب کنیم. چیدنی هم باحال بود بگیرم، ولی نه دیگه فکر کنم یه 2 دقیقه دیگه برسم خونش. با کنید چقدر این خیابون خلوته. دیگه رسیدم بمونه اگه اشتباه نکنم. آره فکر کنم درست اومدم. شب شد و من هنوز نرسیدم و اینکه من اشتباهی پشت خونش اومده بودم. یعنی ببین من هر سری میام خونه سارا گم میشم، هر سری احساس میکنم که توی پیدا کردن آدرس خیلی بی‌استعدادم. خدا نگاه کن شب شده. ولی که همون اومدی مامانت اینا دارن میان بگوین سوسمون خیلی ببین ولی فوق‌العاده است. بگیرم حتما. آره انقدر موام رفته تو این استانبول هوا خیلی بد میشه. وقتی به دوستت میگی رژیمم چیزی که درست میکنه کیک دبل چاکلت آخجون با نسکافه. ویو جذاب و فقط نگاه کنید قشنگ همه رو میتونی زیر نظر بگیری. این کیک مزه بهش میده خدایی. های چه میکنه این بازیکن؟ سارا بانو چی کرده؟ بیا با هم دیگه ازدواج کنیم. من و این ویو تا ابد انقدر ویو خونه سارا رو دوست دارم خیلی خوشگله خدایی.
بکنم. آفرین گوگل مپ من آورد اون پشت. سلام پیشی دنبالمون رو افتاده. تو رو خدا نمیخوام. قشنگ افتاده دنبال سارا. یه گل یاس اینجا نمیدونم این بره یا اون بره. یا توی یا اونجاست. گل یاس. بای من عاشقه ولی بوی گل یاسم. شیراشو بچه بودیم میخوردیم. شیرش خوردی؟ آره نخوردیم. خب مگه خوردنیه؟ آره. مثل اخیال من مثلا میتونستم بکنم. خب عروسیه. قشنگ عروسیشون هم مثل ماه بوق میزنن دهن ملت رو سرویس میکنن. قشنگ فلاشران زن دقیقا یاد ایران افتادم. پیاده روی خونه زیاده ولی خیلی محلت رو دوست دارم. از این صدایی که خرید کرده بودم و زن کاسیر ایرانیه. بریم متروبوس. ولی چقدر آسمون خوشگل شده. ماهی نمیخوای گلم؟ تنوع گلم لبا رو چقدر پنیر داره. خستگی از چهره من میباره. از تو چی؟ بابا من پوژه نارنجی نزدم. چرا آخه چیکار میکردیم خونه؟ فیلم. چند ساعت فیلم میدیدیم؟ در حالت عادی من سریال میبینم بیشتر.
بادش یخ. اینجا بادش یخه، تو بشیفتاش اینطوری نیست. من چی بگم؟ به خدا با یه تیشرت نشستم چون باد داره منو میبره، ولی حال میده. نمیدونم چرا واقعا سرم. من فکر کنم امشب یه بارون بزنه، آسمون یه جوریه. شلوارم هم تابستونی. یه جورت حقیقت بازی کنیم، یکم بپره تو. بعد ببین نری اون تو پاسو کنی، کل هیکلت بشینی توش. خب این کل هیکلت بره اون تو، بعد رو خوره همطوری آب بشی. این 16. وای رنگ خواسته اینه. رفتیم خونه. متروبوس مستقیم. انگار از جنگ برگشتم. این خونه توه نه اون بردن. او مای گاد چقدر شما مایزه نکسته بودی سارو اون نکردم. چقدر بروتنی. برجو بابا ساخته نه؟ اوه به این مغازم برای ساراه. قربونت برم. بریم چیز کنیم دیگه، مغازه هرچی دلتنگمونو برداریم. چه مغازه شیکی داریم، کل استانبول برای تو. چقدر خوشگل اون برجا. اونو بابا یرزا بکنه. آره میخواستم شاف نشه بابا. ای بابا. ما رسیدیم خونه.
دیگه برم لباس عوض کنم و یه ذره بلوشم. چرا واقعا انقدر زود میگذره؟ یعنی خونه خودم اصلا به این زودی نمیگذره، ولی وقتی یه جا دعوت میام واقعا زود میگذره. چای میخوری؟ الان برات میذارم. خودم صاحب خونه شدم. کابینت رو باز کرده و چایی میکشه. میدونی فامیل مامان هرچی میاره خب چای و کیک خوشمزه. همینطور که مشاهده میکنید بعد از اینکه چای خوردیم حسابی انرژی گرفتیم و کلی ویدیو تیک تاک تا نصف شب با هم دیگه ساختیم. بچه ها بالای 2.5 ساعت ما داشتیم با هم دیگه ویدیو میگرفتیم. یعنی من نمیدونم تو این چایی چی ریخته بودم من که این همه انرژی گرفتیم. دیگه بعد از اینکه ویدیو گرفتیم حسابی رفتیم خوابیدیم ساعت 4 صبح و فرداش من رفتم دیگه سمت خونمون. سلام مجدد بچه ها. دیگه الان دارم برمیگردم سمت خونمون بعد از 2 روز موندن خونه دوستم. خدا رو شکر دارم مسیر رو درست میرم. این مسجد خیلی خوبه اینجاست. من خیلی علامت گذاری کردم اینجا رو. نمیدونم اینا اسمشون چیه، درخچه است، نمیدونم واقعا چیه، ولی دیروز با سارا یه چیزی کشف کردیم. این درخت ها بچه ها میوه میدن و من نمیدونم این میوه چیه ولی خیلی جذابه. اینم هست نگاه کنید. هوا به شدت گرم شده انگار نه انگار که آخرین روز تابستونه. واقعا نمیدونم چه وضعشه، خیلی گرمه. قشنگ میشه رفت تو آب شنا کرد با این هوا. بریم به سمت متروپوس. محلش خیلی آرامش خاصی داره. صدا پرنده ها میشنوید.